سلام بچه ها، درود به همگی. من علیرضا هستم و به کانال خودتون خوش اومدید. با موضوع اسرار فراماسونری در خدمت شما هستیم. میخوایم در مورد اون مثلث ایلومیناتی توضیح بدیم امروز و اینکه این مثلث نماد چی هستش. خوشحال میشم ما رو ساب کنید و اون زنگوله بغلش رو هم فعال کنید تا اگه ویدیویی ساختیم خبردار بشید. خب بچه ها، همونجور که توی اول ویدیو یه اشاره ریزی کردیم، امروز میخوایم در مورد یکی از اسرار ایلومیناتی و فراماسونری توضیح بدیم و اون چیزی نیست جز مثلث ایلومیناتی که میخوایم این طبقات رو معرفی کنیم، افراد این طبقات رو نام ببریم و اصلا ببینیم این طبقه در مورد چیه، تو اعماق این مثلث کیا قرار دارن، در رأس این مثلث کیا قرار دارن و بقیه رازهایی که درونش مخفیه. این مثلث به چند طبقه تقسیم میشه که در رأس این هرم چشم شیطان یا چشم جهانبین قرار داره. بالاترین رأس هرم به گفته خیلی یا چشم شیطان یا همون چشم دجاله که اگه دقت کنین روی خیلی از پولای دنیا هم این نماد هست، به ویژه روی دلار، حالا به اشکال مختلف. توی طبقه دوم یعنی طبقه زیر چشم جهانبین شاه جهان وجود داره، شاهی که بر کل دنیا حکومت میکنه. یکی از بزرگترین تئوری‌های توطئه هم موضوعش اینه که یک شاه بر کل جهان حکومت کنه. پژوهشگران غربی یا خیلی از کسایی که در این مورد تحقیق کردن احتمال میدادن که شاه جهان همون ملکه الیزابت انگلیسی باشه که بنده خدا دار فانی رو هم ودا گفت، که خیلی هم میگن شاید به همین دلیل هست که کشور انگلیس هنوز سلطنتیه. حتی تو سینمای 2012 که داره پایان دنیا رو نشون میده، اولین کسی که داره وارد کشتی نجات میشه اگه دقت کنید ملکه انگلیس با دو تا سگش، که این بنده خدا فعلا دار فانی رو ودا گفته مگر اینکه جانشیناش بیان و جو حرکتی رو بزنن. بعد از طبقه چشم شیطان و شاه جهان میرسیم به یه طبقه خیلی خیلی مهم که بهشون میگن شورای 13 تاجدار. تو طبقه سوم 13 تا خانواده سلطنتی وجود دارن که کل دنیا رو اداره میکنن. از جمله این خاندان ها میشه به خاندان سلطنتی بریتانیا و خاندان سلطنتی اسپانیا اشاره کرد. این 13 تا خاندان شامل خاندان های روتشیلد، بروس، کندی، مدیچی، هانوفر، هابسبورگ، کروپ، پلانتاژنت، راکفلر، رومانوف، سینکلر، واربرگ و ویندسور هستند که از بین همه این خاندانها قدرتمندترینشون روتشیلدها هستند که به همراه خانواده راکفلر صاحب 80% زمینای اسرائیل هم هستند. گفته میشه کل اعضای این خاندانها یهودی الاصل هستند و یک خانواده واحد رو برای رهبری بر کل جهان تشکیل میدن. کل این 13 تا خاندان با وجود اینکه کل جهان رو رهبری میکنن زیر نظر شاه جهان فعالیت میکنن. توی طبقه بعد یعنی طبقه چهارم میرسیم به انجمن 300 خاندان. توی این طبقه 300 تا خاندان ثروتمند یهودی وجود دارن که زیر نظر اون 13 خاندان تاجدار فعالیت میکنن. این 300 تا خاندان به قدری پولدار و ثروتمندن که حتی نمیشه تصور کرد چقدر درآمد و دارایی دارن. اصولا وقتی یه نفر میتونه تو این طبقه قرار بگیره که جزو یکی از ثروتمندترینا باشه. بچه همونجوری که میبینید اگر دقت کنید، اگر این 300 طبقه چهارم رو با 13 طبقه سوم جمعشون کنیم میشن 313 که به تعداد سردارای امام زمان شیعیان هم هست و این نکته خیلی توجه منو جلب کرد. اکثر افرادی که تو این طبقه قرار دارن خیلی پول دارن و اینجوری هم نیست که تازه به این ثروت رسیده باشن، یعنی از قبل داشتن و هنوز هم دارن. و یکی از خصلتاشون هم اینه که در واقع میشه گفت یکی از خصلتای خوبشون اینه که اصولا پول براشون مهم نیست و نمیان این پولشون رو به نمایش بذارن و به بقیه فخر بفروشن. مثل خیلی از خزای اینستا نیستن، مثل خیلی از رپرهای تازه به دوران رسیده نیستن و ثروتشون رو آشکار نمیکنن با وجود اینکه خیلی هم ثروت دارن. داخل طبقه پنجم میرسیم به خاندانهای قدرتمند تابع. این طبقه شامل تمام خاندانهای قدرتمندیه که تو جهان وجود دارن و از قدرت زیادی برخوردارن که این قدرت رو پولشون بهشون داده و میده. بچه ها این خاندانها دو تا ویژگی بارز دارن، یک این که خیلی ثروتمندن و دوم این که اغلب یهودی هم هستن و طبق گذر زمان ممکن این خاندانها تغییر هم بکنن، یعنی خانواده‌های قدرتمندتر بیان جایگزین خانواده‌هایی که به مراتب ضعیفتر شدن بشن.
در بین این خاندان‌ها میشه به افراد زیادی هم اشاره کرد، مثل جیزی، بیونس یا خیلی از رپرهای دیگه که همیشه از نمادهای فراماسونری استفاده کردن و حتی شاید بیل گیتس، ایلان ماسک و خیلی های دیگه. ولی اصولا خاندان‌های ثروتمند و قدرتمند دنیا توی طبقه قرار میگیرن. توی طبقه بعد یعنی طبقه ششم میرسیم به طبقه اتاقهای فکر. بچه‌ها هر رهبر، هر شاه، هر رئیس جمهور و حتی هر مدیری نیاز به یه اتاق فکر و چند تا مشاور داره تا راهنماییش کنن. اینایی که نام بردیم تو طبقات قبل خیلی ثروتمندن و اصولا هر آدم ثروتمندی به یک مدیر برنامه و چند تا مشاور نیاز داره تا بفهمه پولاشو چجوری خرج کنه و کجا سرمایه گذاری کنه تا کلاه سرش نره. اینا که دیگه قرار کل دنیا رو اداره کنن و بر کل دنیا حکومت کنن. به خاطر همین تو اتاقای فکرشون از بزرگترین متفکران دنیا استفاده میکنن. کل تشکیلات و لوژهای فراماسونری که این همه در موردشون بحث شده همشون توی این طبقه قرار میگیرن. اما نکته عجیبی که وجود داره اینه که طبق تحقیقاتی که من داشتم نوشته بود لوژهای فراماسونری مستقلن و مثلا این لوژ با لوژ بغل دستیش به صورت جدا اداره میشن. خب اگه اینا قراره بر کل دنیا حکومت کنن مگه نباید یه سیستم مرکزی داشته باشن؟ پس چرا هر لوژ با لوژ بغل دستیش به قولن مستقله و به صورت جدا اداره میشن؟ اگر جوابشو میدونید تو کامنت ها بهم بگید. توی طبقه هفتم میرسیم به طبقه تسلط بر دارایی‌های جهان. بذارید یه مثالی براتون بزنم. فرض کنید شما چند تا کارگر میگیرید و از اونها میخواید تا یه کاری رو براتون انجام بدن. اونها هم در قبال دریافت مبلغی پول کارایی رو که شما ازشون بخواید براتون انجام میدن و به نوعی به شما اجازه میدن با دادن مبلغی پول به اونها شما مالک اونها بشید و اونها رو به خدمت بگیرید. خب کسایی هم که قراره به کل دنیا حکومت کنن برای اینکه مردم رو به خدمت بگیرن، چون مردم باید تو این چرخه باشن و برای اونا کار بکنن تا بتونن دنیا رو به تسلط خودشون در بیارن، اومدن نشستن فکر کردن و به این نتیجه رسیدن که تنها وسیله‌ای که میتونه مردم رو به خدمت بگیره چیزی نیست جز پول. به همین دلیل تمام بانک‌های جهان بلا استثناء توسط یهود اداره میشن که میشه به پیپال هم اشاره کرد. و حالا این اداره شدنه میدونید که تمام شبکه‌های بانکی زیر نظر آمریکا رصد میشه و اینجوری اداره میشه تا اینا بتونن به اون هدفی که در واقع از اول دارن و داشتن و خواهند داشت برسن و اون هدف چیزی نیست جز یک جهان و یک شاه. طبقه هشتم طبقه سلطه بر جمعیت جهان هستش. کسایی که تو مثلث ایلومیناتی ازشون نام بردیم که قراره به کل دنیا حکومت کنن به این نتیجه رسیدن که برای اینکه بتونن به کل دنیا حکومت کنن نیاز دارن تا بتونن بر مردم دنیا حکومت کنن و حالا این تسلط رو به هر طریقی اعمال میکنن، مثل از بین بردن جمعیت جهان، نسل‌کشی‌هایی که داره اتفاق میفته هنوز، کاهش ازدواج، افزایش طلاق، افزایش بیبندوباری، تولید بیماری‌های جدید یا هر چیز دیگه‌ای که الان خیلی برجسته‌تر شده. مثل کنترل جمعیت جهان یه چیزیه که جدیداً خیلی سر زبون افتاده و اکثر آدما دارن در موردش حرف میزنن. بیماری کرونا که بود الان جدیداً پشه آیدز اومده یا هر چیز دیگه‌ای. اگه میخواید بدونید جایگاه ما تو این هرم کجا هست با من همراه بشید. طبقه آخر بردگان همیشه بدهکار. بچه‌ها شامل ما میشه که به دنیا میایم، درس میخونیم و تحصیل میکنیم و تبدیل میشیم به نیروی کار، بعدش مالیات میدیم به دولت، بدهکار میشیم، باید به سازمانهای مختلف پول بدیم، حالا به روش‌های متفاوتی که پول از اون میگیرن، مثل سازمانهای بیمه. کار میکنیم تا بدهیامونو پس بدیم، دوباره بدهکار میشیم و مجبوریم دوباره کار کنیم تا بدهیامونو پس بدیم و به همین صورت یه چرخه رباتی از زندگی که برای ما ساختن و به نوعی زندگی بردگونه که ادامهش میدیم تا آخر عمر تا بمیریم. خیلی ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. خوشحال میشم عضو خانواده ما بشید تا اگه بازم کلیپی ساختیم در اختیارتون قرار بگیره و به معلوماتتون اضافه بشه. خدا یار و نگهدارتون.